سلام بابا خوشحالم باش در خدمتم. کافه خیابون عدالت مال شما سره؟ مال خودت داداش. فدای تو باشم. اصلا چه داداش من روزی 3 بعد میام اونجا کافه میخورم. اصلا جای دیگه هم نمیتونم برم. جای دیگه هم میرم دوباره برمیگردم کافه شما. این اصلا چه جریانش چیه برات؟ داداش از قهوه‌مونه، قهوه خوب از ترکیه میارم برای اینکه مشتری جمع کنم. مطمئنی از قهوه‌تونه؟ آره داداش. خانم یه دقیقه بیا. این خانم میشناسی؟ بله مشتری ثابتم. سلام. مشتری ثابتم. 3 ماه تو کافه شما میاد قهوه میخوره. هر جای دیگه میره حالش خوب نمیشه. هفته پیش رفته تست اعتیاد داده، اعتیادش مثبت شده. چه کوفت و زهرماری داری تو این کافه می‌ریزی؟ چیکار داری می‌کنی؟ به خاطر چوس من مبلغ بیشتر داری چند نفر رو بدبخت می‌کنی. این چیه داری می‌ریزی تو کافه؟ داداش دورمون شلوغش نکن. خب جریان چیه؟ داره متادون مورفین چیزی می‌ریزیم داخل. یعنی به خاطر اینکه مشتری میرن برگردن. این خانم چون نتونسته بره ثابت کنه که از طریق شما اعتیاد پیدا کرده، نتونسته شکایت کنه. چه کاری داری می‌کنی شما؟ شادابی بیشتره. برای شادابی بیشتره. این خانم پس فردا می‌خواد مادر بشه. با این وضعیت که براش درست کردی اعتیاد داره. بعدن این خانم نتونسته شکایت کنه چون نتونسته ثابت کنه. من برام ازت فیلم میگیرم. با این ویدیو هم مغازه‌تو میبندم، هم بدبخت می‌کنم که چند هزار نفر رو معلوم نیست بدبخت کردی. تکلیف تو معلوم کنم. آقا آدرس هم میذارم.